چرا در روز قیامت الله روز قیامت میگه؟ قیام چه معنا؟ مردم میگه به خاطر قیقومون من قبور قبرشان بالا میشه. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم يقومون لرب العالمین. نه یقومون استاد میشه. قیام به معنی استاد شدن. الله میگه یوم یقوم الناس لرب العالمین، مردم استاد میشه در حضور رب العالمین خالق جهان و ذره ذره اعمال جواب میده. دیگه که لقیام الاشهاد شاهدا استاد میشن، شاهدی میدن. مختلف شاهدات، ملائکات و دیگه امتاست، انبیاست و دستای عضو بدن است. و یوم یقوم الاشهاد شاهدا استاد میشن، شاهدی میدن. هیچ انسان از اعمال خود انکار کردن نمیتونه. یک شاهد است که پرسان نکن، حتی وجود سر شاهدی میده، دیگه هیچ نمیشه. دیگه قیام ملائکه استاد میشن. یوم یقوم الروح والملائکه، ملائکه استاد میشن صفا در صف. خب امت که در قرآن به چند معنا ذکر شده. میگه یک پیامبر هم گفت که ان امتی، نه امت ما به معنای طایفه آمده. الله در قرآن میگه ولا قد بعثنا فی کل امه رسولا، ما فرستان در هر طایفه یک پیامبر ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادت الله را کنید یا طاغوت اجتناب کنید. و مثل که در این حدیث آمده دیگه به معنای امام است، پیشوا. مثل که الله در قرآن میگه ابراهیم کان امه، ابراهیم امت بود. امت چه معنی؟ امام، پیشوا، مقتدا. قانتا لله حنیف، فرمانبردار الله حنیفا به توحید استوار بود. به معنای ملت آمده. مثل که مشرکین میگن وجدنا آباءنا علی امه، ما پدرای خود به یک امت یعنی به یک دین ملت پیدا کرد. به معنای زمانه آمده. ود ذکر بعد امه، یاد کرد یوسف علیه السلام بعد از یک زمانه که نه امو صاحب یوسف، رفیق یوسف، در صورت یوسف یاد کرد که ما یک رفیق داشتم در بندی خانه است. و انا عایشه رضی الله عنها قالت كان النبي صلی الله علیه وسلم يعجب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. و نبی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرج الاربعه وصححه ابن خزیمه. حالی است که آداب وضو، یعنی چه قسم وضو مستحباتش از دیگه. عایشه رضی الله عنها خانم پیامبر میگه که کان النبی صلی الله علیه وسلم بود پیامبر عادتش یوجب التیمم، که خوشحال می ساختی را تیمم، راضی می، یعنی اسرار شروع کردن فی تنعلی در بوتا و چبلیا پوشیدن بود، و ترجلی در سرشانه کردن، و طهوری و در پاکی وضو، و فی شأن کلی، در کل کارایش، کارای مشروع، کارای نیکش، کارایی که عزتمند بود از راست شروع میکرد. راست. این بسیار یک حدیث زیبا، بخاری مسلم بسیار حدیث قوی. و ابی هریره در دیگه حدیث میگه که پیامبر گفت اذا توضأت، وقتی که وضو میکنین فابدأوا، آغاز کنین، شروع کنین بمیامنکم، از طرف راست، از راست شروع کنین، اینطوری که از چپ. اخرج الاربعه، اربعه ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و صاحب ابن خزیمه میگه حدیث است. یوجبو به معنی یسر، خوشحالش میساخت، راضی میساخت. در لفظ می یحب التیمم، در دیگه لفظ می پیامبر از می طرف راست دوست داشت که هر کار خود از طرف راست شروع. تیمم چرا میگه؟ آغاز کردن به دست راست، به دست راست پیش از چپ. تناولش در پوشیدن نعل، یعنی بود باشه، چبلق باشه یک طرف. ترجلش یعنی شانه کردن موی، چرب کردن موی و ریش و اینا، که تیل مثلا زیتون اینا، تجمیل زیبا کردن. و طهوری پاکیش به ضم تا فعل طهارت در وضو غسل از راست شروع میکنه. و فی شأن کلی، این تعمیم بعد از تخصیص است، یعنی ولی این عموم مخصوص است به بعض جا در کل کارایش، یعنی اکثر کارهایی که در شرافت باشه این کل گیر شامل نمیشه. مثلا بعضی چیزا با دیگه حدیث خاص شده، مثل در بیت الخلا که میرینی تشناب قضا حاجت، اوجا پای چپ تا پیش کن که میبری پای را، یا استنجا میزنی، یا دیگه کارهای چیزایی که چیز است. حکم شروع کردن به دست راست در وضو چیست؟ مستحبه. اتفاق علما در وضو باشه. امام نووی میگه اجماع العلماء اتفاق کرده همه مذاهب، حنفی، شافعی، مالکی، کل، على ان تقدیم الیمین فی وضو سنه، تقدیم پیش کردن راست در وضو، یعنی اول دست راست میتونه. من خالفه، کسی که مخالفت دست میشی اول راستی تونی که چپای میشی اول را. کسی مخالفت کنه فإنه فات الفضل، میگه می ثواب دست میتا و تم وضوش کامل میشه، اما یک ثواب دست داد. یک کاره در مغنی میاد لا خلاف بین اهل العلم، در بین اهل العلم میگه خلاف نیست. در ابن مغنی، ابن قدامه، فی معلمنا، و آنچه که ما میفهمیم علم داریم، فی استحباب البداء، در مستحب بودن آغاز به دست راست. و اجمع اتفاق کردن که انه لا اعادت علی من بدا یسار قبل یمین. اگر میگه کسی چپ اول شش باز
میگه اتفاق دارن که دوباره وضو نکنه. اینطور نیست که وضوش نشه، اگر کار خوب نکنه ولی وضوش میشه. دیگه دلایلش حدیث باب است که حدیث عایشه از فعل پیامبر صلی الله علیه و حدیث ابو هریره از قولش که پیامبر گفته که از راست شروع کنید. تیمم با کدام اعضای وضو خاص است؟ دست راست. اعضای وضو خو 4 دانه است نه، ولی تیمم در کدامش میشه؟ روی خو نمیشه که روی اول این طرف شه باشه با یه رخواه متوز و دیگه چی نمیشه، سرام نمیشه که اول ایسه نشه، فقط 2 عضو میشه، یکی دستا یکی پایا. دستا که میشه اول دست راست، بعد از او دست چپ. پای که میشه اول پای راست، بعد از او پای چپ. شیخ محمد رحمه الله می وجف النصوص دلالت میکنه که انه لا تیمم فیه، و تیمم میگه نیست مگر دینمی تو چیز، ولی زنان یمسحانی مرد. اگر گوشه بگوی تو نیست که اولی گوش نه، او یک بار هر دوش مسح میشه. لأن ما عضوان زیرا عضو است از یک عضو واحد. میگه این سوالی است که عایشه چه قسم فهمید که پیامبر راست دوست داشت، یعنی کارهای خیر از طرف راست بکنه، دست راست بشه. اینا میگه این فهمیده خبر دادن پیامبر یا قرائن فهمیده. ظاهر حدیثی است که پیامبر آغاز میکرد به راست در هر چیز. آیا این ظاهرش مراد است؟ نه، در هر چیز نه، در هر چیز بگویم، مثلا در چیز در تشناب اینا. و ظاهر مراد به این آغاز کردن به راست آنچه که باب تکریم باشه، عزت باشه، از راست شروع. مثلا میگرفتن اوا میتی با دست راست بتی، با دست چپ نتی، او که میگیره با دست راست بگیره. مینوشی که دست راست باشه، حتی پیامبر میگه که دست چپ ننوشین، میخوری که دست راست باشه. می قسم دیگه چیزا برای کسی لباس میپوشی راست، اول دست راست تیر کو با چپ. پای مثلا تنبان میپوشی اول راست بعد از چپ. دخول مسجد، در مسجد میری اول پای راست بون بعد از پای چپ. که ولبس النعال، بوتار اول راست و نحوی امثال. ما کان به خلاف به آنچه که مخالف از است که دست چپ اینو بازو مخالفی گپا با چپ شروع میشه. مثل دخول خلا، بیت الخلا تشناب اول پای چپ بود، خروج از مسجد پای چپ باشه، استنجا پای چپ، لباس میکشی از چپ بکن، میکشی از چپ، میپوشی از طرف راست. امثال قاعده چیز قاعده عمومی. قال نووی میگه هذه قاعده مستمره فی الشرع، این قاعده دائمی است در شریعت. و این ما کان من باب تکریم و تشریف، آنچه که باب تعظیم و تشریف باشه، مثل پوشیدن لباس، ناخون گرفتن یا مزرات، قص و شعر بروتار گرفتن، ترجیل الشعر، موی شانه کردن، اسرار و غیر ذلك مما فعل یستحب تام. غیر از اینکه فعلش مستحب، مثلا داخل میشه از راست باز که دست میتی از اون طرف را دست میشوینی، دستا و میگه آورد نه امو چی میگه افتاوا و چی تا میگه لگن افتاوا را بیار نه که آورد از اون راست. اینطوری که اون جمعه بر اول میاد مولوی صاحب بشه باز فلانی خانانی از اون طرف راست شروع. و اما ما کان بزیدی بزید از مثل دخول بیت الخلا تشناب، خارج شدن از مسجد، انتخاط از بینی را آب میکشی و یا استنجا به لباس کشیدن و غیره، اینجا با تیاسر از چپ شروع شد. مثالش خارج شدن از بیت الخلا، پوشیدن بوت و چبلی، پوشیدن لباس و امثال از این که از بعد چپ می شود. داخل شدن خارج شدن از خلا با راست می شود و پوشیدن لباس همیتو و پوشیدن کالا و اینا. خارج هرچه داخل در بیت الخلا و استنجا و اینا ایباد با چپ میشه، اول پای چپ تم. بعضی احادیثی که وارد شده در آغاز شدن با چی؟ با دست راست که پیامبر میگه با راست شروع کنین. قال صلی الله علیه وسلم اذا تنعل احدكم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين و اذا انتزع فيبدا بالشمال، متفق علیه. دیگه اگر که در این احادیثی که ما میگیم در کتاب تا نیست ولی اینا جمع شده، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمود وقتی که نعل بود میپوشه یا چبلک میپوشه هر چی که پای پوش، احدکم یکی از شما شروع کنه به یمین، اول راست، همین قسم جراب میپوشه اول راست بعد چپ. و اذا انتزع وقتی که میکشه فیبدا بالشمال، که میکشه اول چپ بکشد بعد راست. متفق علیه، بخاری مسلم نقل کرد. این عملی را شروع کنین شما خب میکنین ان شاء الله بازم جدی بگیرید. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب اذا توضأتم واذا لبستم فابدأوا باليمين. پیامبر میفرماید وقتی که وضو کردین، وقتی که پوشیدین، شما شروع کنین با دست راست. وضو کردین یا اذا لبستم میپوشین، لباس بود میپوشین، هر چی که جراب میپوشین، زیر پیرانی میپوشین، کرتی میپوشین، این از طرف راست شد. رواه ترمذی، امام ترمذی را نقل.
وقال صلی الله علیه وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینی، وقتی که میخوره با دست راست بخوره. و اذا شرب فلیشرب بیمینی، وقتی که می نوشه امر کرده باید با دست راست بنوشه. متفق علیه. حال بسیاری را ببینید که هم چای میبینیم اول که دست چپ میزنه، در حالی که در حدیث میگه که دست چپ خوردن شیطان داخل میشه، شیطان استفاده میکنه. و کلان آدم می باشه، یا رئیس می باشه، یا والی می باشه، وزیر می باشه، یا یک مولوی صاحب می کسی می باشه. بعضی مولوی صاحبایی که حدیث نخوانده ما میتون میکنم دیگه. ما شرم می کالی رو چطور بگویم که این شروع کنه؟ اگر بگویم دست راست شرمنده میشنی، حالا چه قسم میره بگویم؟ بازم میتونی اگه هم دفعه خود طریقشی با در گوشش میگم که کده میجا بیا گپ میزنمت، با میگم که امیره دست راست بگی، دست چپ ممنوع. بازو میگه خب که دیگه هم نفهمنی حال رسوا نشه، میتونه کارشا که هم خجالت نشه. وعن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف الى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيدي عن راسي فحلق شق الايمن فقسمه بفمه في من يليه. رواه مسلم. حدیث صحیح کنید. پیامبر خودش میگه رسول الله رما زد جمره عقبه را، جمره عقبه مکلان در روز اول زدم نشانی شیطان کلان، هم مکان شیطانا در منا او را که زد. ثم انصرف الى البدن، بعد رفت بعد از او که زدی ایوان زد بدن فنحرها، این در مکان زبر گوسف شترا بود 100 دانه بود، 60 دانش ذبح کرد، 60 تاش 100 دانه شتر پیامبر صدقه کرد. خب این تو صدقه میکرد. حالا مثلا ما شما میگه وارثین انبیا هستیم، مولای صاحبا صدقه نمیکنن. خب او شتر 100 تا خوب یخی باید این علما میتونن. و الحجام جالسون میگه حجام همو که حجامت میکنه دلاک اینا ششتگی بود. دلاک همی سر که میتراشه. و قال بیدی یعنی رسی می اشاره کرد به دست خود همو حلاقه، یعنی همو سلمانه ایتو کرد که یعنی سر ما بتراش. و دیگه فحلقه و آمد میگه سرش تراشید شق الایمن طرف راست، اول سیکو طرف راست تراشید تو مکمل. این چیزا خوانه نمیفهمه. خب چی میگه این سلمانای فعلی گمش یا گناه میکنه یا ریش هم میتراشن. نه ریش تراشیدن پیسش گرفتن ناجایز است، حرام است، حلال نیست. ولی سلمانا رو هم که ببینیم چرا دکان باز کردیم یک لقمه نان حلال، ریش چرا میتراشی؟ این خو حرام میشه. حالا چی کنیم؟ ما را میگه می تو بگو. خب میگه دیگه ما گفتم اعلان کو که سلمانی ریش تراشی نیست، غیر از سر جور میکنه خلاص. اگه گفتم اون کار ریش جور کردی از یک قبضه تا یک قبضه هم جور میکنه، خیر میای زر اختلافیه از این پایین دریش دست نمیزنه. دلش کسی اومد دلش نامد، الله برکت برات میته دیگه کسا میان. ولی ببینی چند تا مسلمانا را هر جایی که رفتیم میگه پا گفتیم شما هم بگوین. خب رفتین دعوت بتین بگوی کارو نکن. خب بعد از این میگه چی کرد؟ وقتی که طرف راستش تراشید فقسمه، پیامبر موی خود تقسیم کرد فی من یلیه، کسایی که نزدیکش. و این ایش تبرک با آثار نبی دمی ثابت میشه است، ولی که ثابت باشه. با پیامبر مویش هم میگرفتن صحابه پیش خود نگاه میکرد، تقسیم کرد موی خود. حالی که میگن نی موی مبارک، نه موی مبارک معلوم نیست مچ ماست نیست، از امو آثار میشه انسان تبرک بگیره که او باشه صحیح ثابت باشه. این معلوم نیست چی شد از کجا شد مچ موی کی باشه اونجا مانده ثابت باشه سندش مثل حدیثه. آثار پیامبر که ثابت میکنی مثل حدیث باید ثابت باشه. ان فلان ان فلان ان فلان و بگویه که اینی از پیامبر هست، غیر از او نمیشه. و فی روایت در یک روایت دیگه می قال للحلاق، برای حلاق گفت اینا سلمان در عربی چی میگه؟ حلاق. سلمانی را چی میگه؟ حلاقه. کدام دفعه رفتین حلاقه که گفت بفهمین اونمو است. خب کدام چیز دیگه فکر نکنین هتل نانخوری داخل شه. خب حلاقه و حلاق. خص او را گفت بگی و اشار الی جانب الایمن، می طرف راست اشاره کرد که اول راست بگی، ثم الیسر با چپ گفت. همینطور اول راست با چپ. ناخونا را میگیرین اول راست با چپ. همین قسم دیگه ناخونای پایم میگیرین اول راست با چپ. خب از این حدیث چی فایده ما شما میگیریم؟ مستطاع میگه استفاده ما محافظه لازم که تا که مانع نباشد ما شما از طرف همی راست شروع کنیم و راست بخوریم، مگر دست ما اوگاه شد با چپ مشکل ده، غیر از او دست چپ نی. وعن مغیره بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
یک حدیث زیبای دیگه از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه میگه ان النبی یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وضو کرد فمسح بناصیت مسکت به پیشانی خود پیشانی و علی العمام امامتی و دیگه به دستار خود و الخفین به موزه خود موزه یعنی در پایش بود مسکت اخرجه مسلم امام مسلم حدیث صحیح قوی مسح بناصیت ناصیه موی را میگه که یکون فی مقدم الراس در پیشوری سر می باشه این را میگه دو مسکت حکم مسح به عمامه چی است؟ اینجا علما اختلاف کرده در دو قول قول اول است که یجوز المسح علیها مسح میگه جایزه یعنی کسی همی تو عمامه ملونگی داره همی تو کنه چیوسو نکنه یعنی تو کنه خلاص هذا مذهب الحنابلة این مذهب حنبلی است که جایزه سونا پیامبر سم میگه کار کرده دلیلشانم پسان میگیم دلایل مختلفه یکی قال الترمذي میگه و هو قول غیر واحد من اصحاب النبی منهم ابوبکر و عمر و انس امام ترمذی میگه قول بسیاری اصحاب پیامبر اکثریت صحابه به می فتوا داده مفتی ابوبکر رضی الله عنه خلیفه اول عمر از خلفا انس و دیگه صحابه دلیلشان چیست حدیث باب پیامبر سم میگه که آنا مغیره میگه که مسح علی العمامتی بمی امامه یعنی بمی لونگی چی کرد دستار مسح کرد یعنی از این فهمیده میشه که پیامبر دستارم سر میکرد دستاردار که دیدیم بد نبریم یکم تا میگه این دستاردارا بسیار بد و میاو خطرناک کسی خود این خود شعار پیامبر این لباس پیامبر بود تو چطوری را بد میگی دستاردار رو باید بسیار دوست داشته باشه که اونا به یکی از سنت های پیامبر عمل کرد اگر که با پسان میخوانیم سنت لباس از سنت نماز نیست اما خوش داشته باشیم برای خوب بدانیم و کار خوب است مستحب است باشه دائم باشه ولی حدیث عمر ابن امیه یک هم تا در دستار میگه که در نماز با دستار 60 درجه به دستار از 60 درجه باقی میمانه این طور حدیث نیست اما دستار باید باشه ثواب داره حدیث عمر ابن امیه قال حدیث بخاری است قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسی کنین عمر ابن امیه میگه که من دیدم رسول الله را صلی الله علیه وسلم یمسح که مسح میکرد علی عمامتی امامه به دستار خود و خفی به موزه خود یعنی این مسح کرد دیگه چیست دیگه حدیث بلال رضی الله عنه قال مسح رسول الله صلی الله علیه و الخفین و الامام مسح کرد بر دو موزه و امامه رواه مسلم حدیث ثوبان این حدیث مسلم صحیح این حدیث هم ابو داود نقل کرده حدیث صحیح میگه بعث رسول الله صلی الله علیه و سریه فاصاب برد فقال فلما قدم على رسول صلی الله علیه و سلم امرهم ان یمسحوا علی العصایب والتساخین میگه حدیث ثوبان است که روان کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم سریه یک لشکر سریه همون لشکری میگه که خود پیامبر در او شرکت نداشته باشه به جنگ در برابر کفار جهاد فاصابهم البرد میگه با اونا سردی رسید سرد خوب مدینه و اینجا یکم جای عربستان سرده اگر نه اونجا بسیار گرمه که سردی رسید فلما قدیم وقتی که آمدن بر رسول الله صلی الله علیه و آله امرشان کرد که سرد است نه ایمسحوا علی العصایب که مسح کنن به عصایب عصایب عمایم میگه یعنی دستارا و لونگیا این دی چی کنه مسح کنه و دیگه تساخین یعنی خفاف موزه سخت به یا مسح کنن گفت حال سرد است شما دیگه بوتایتان نکشین مسح کنین سرت میلونگی تانم این سرد است نه این رو وسو نکنین مسح کنین چه آسان خب این خود دلایل واقعا قوی و واضح و صریح است قول دوم چیز لا یجوز الاقتصار علی مسح میگه تنها مسح امامه دستار صحیح نیست مسح که میکنه ام مویه بکنه سر ام هر دوش میگه بکنه و هذا مذهب الجمهور جمهور علما ایگه میگه اکثریت قول الحنفیه احناف مالکیه و شافعیه حنابلة و طرف ماند قال ابن رشد میگه اختلاف العلماء فی المسح علی الامامه علما اختلاف کردن در مسح کردن به لونگی اختلاف در می است که اوسو نکنیش خب این تو کنی اگر اوسو کنی اوی خود این اختلاف نیست یکم تو که لونگی خدا میمانه مسح میکنه یا ای تو که میکنه اوسو پشت سر میبریش نه تا آخر محکمش میگیره پس میاریش دو خب اختلاف نیست که هم سر کنه اختلاف ده است که تنها لونگی را سر نکنی مسح ده اینی اختلاف
که گرد ورد نشه برتان. ابن رشد میگه که علما اختلاف دارن در مذهب لنگی، فاجاز ذلك احمد بن حنبل جایز میدانه و منع من ذلك جماعت، یک جماعت دیگه ممنوع میکنه، مالک، شافعی، ابو حنیفه. در بدایه المجتهد و 4 مذهب. قال النووي، امام نووي میگه که و اما اذا اختصر على مثل امام ولم يسمع من راسي فلا يجيب بلا خلاف انه مذهب اکثر. امام نووي چون که شافعی مذهب است، خو اینجا ترجمه میگه کسی اختصار کنه یعنی تنها مسح کند، کوتاهی کنه تنها ما امامه، یعنی لنگی را سر مسح نکنه، ولم یمسح شیئا من هیچ بخشی از موی خود. خو شیئا یعنی اگر یک کسی از ایران بکنه باز میشه، اما هیچ سر خود مسح، یعنی میال مسح هیچ موی من معلوم نمیشه، تنها لنگی را مسح کرد. امام نووی میگه هیچ موی مسح نکرد سر، فلا یوجی جایز نمیشه، یعنی وضوش نمیشه. بلا خلاف الاندانا، خلاف به نزد ما نیست. ما کی؟ ما شافعی مذهب و مذهب اکثر العلماء و این اکثر علماء یعنی همین قسم امام احناف و مالکی ها همین مذهبشان در مجموعی را نقل کرده. کتاب مجموعه کتاب بسیار جامع و خوب داره. دلیل چیست؟ دلایل از اینا را گوش کنید. میگه قولی تعالی و امسحوا برؤوسکم، به خاطر الله میگه مسح کنین سرایتانا. قالوا میگن که ان الله فرض المسح على الراس، الله فرض کرده مسح کردن به سر را، و المسح على الامامه لیس بمسح على الراس، مسح کردن در امامه در لنگی یا در دستار، این خو میگه مسح سر نیست، این خو مسح دستار شد، الله میگه سر مسح کنید. یک دلیل. خودم حدیث چیست؟ حدیث انس قال رأيت رسول الله صلی الله علیه و یتوضا و علیه امامه قطریه فادخل يده من تحت الامامه فمسح مقدم راسه ولم ينقط على الامامه، رواه ابو داود. حدیث انس است، من دیدم رسول الله صلی الله علیه و وضو کرد، انس بن مالک، و علیه امامه قطریه، امامت قطریه که صاحب بود بسیار خوبش بوده، میگه دو یک امامه یک دستار داشت، فادخل یده میگه دست خاطر کرد در زیر امامه، یعنی مسح کرد، فمسح مقدما پیش روی سر خدا مسح کرد، ولم ينقط الامامه، میگه باز امی شاید کمی بالا کرده و دیگه چیز کرده، میگه چیز نکرد، هیچ نشکستان امامه را، یعنی لنگی را وسو نکرد تا بشه یا او طرف مانده باشه، لنگی در جای خود بود، کمی چیز کرد، دست خدا در زیر هم تیر کرد. خب این دو روایت شد، تو هم اولی دلایل از اینا قوی تر بود، دیدیم که صراحت بود تمیتو ایام ماست. خب کدامش راجع؟ میگه قول الاول، قول اول که حنبلی هاست این راجع و یعنی خوبتر است. دلایل از این چیز دلایلش خون و احادیث بود، جواب ایجا. قال ابن قیم، حافظ ابن قیم میگه ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على مس بعض رأسه البته، ولكن كان اذا مس بناصيته كمل على الامام و اقتصار الناصيه مجرده فلم يحفظ عنه. میگه صحیح حدیث ثابت نیست در هیچ حدیث که پیامبر هم اختصار کرده باشه با مس بعض رأسش هیچ وقت، میگه یعنی بعض سر مس کرده باشه بعضی را نه، هیچ حدیث صحیح نیست. اگر میگه اگر مس کرده در پیشانی خود که تکمیل کردگی سوره با امامگی تو کرده با سر چی تا آخر بردهش در خود لنگی تکمیلش کرد، سر لنگی مس کردگی یا سر دستار، هرچی اختصارش به پیشانی که است این مجرد تنها میگه فلم یحفظ، یا یک حدیث صحیح ثابت نیست که تنها پیشانی خدا، یا خدا ای تو دلیل میگیرن که تنها پیشانی خدا چیز کرد، میگه نه اینطور میگه حدیث ثابت نیست که تنها پیشانی را، بلکه و حدیثی توست که اگر تنها پیشانی بوده باز لنگی که بوده کل لنگی را مسح کرده، اینطور نکرده که لنگی را بالا کرده باشه تنها پیشانی پس مانده باشه او صحیح شده باشه، این کار نکرده. و شما میبینید اکثر کسان میکارن میکنن در لنگی که از شما سعی که حتی مولای صاحب علما، خب چون که در مذهب حنفی همی گپس و دلایل اونم دلایل قرآن، این لنگی که باشه این تو میکنه کمی از زیر مسح میکنه پس میمانش، این تو نمیکنه که بو برای آخر پس بیاره، یگام تاش که بسیار چی باشه لنگی را میسو میمانه و بازم می تو کش میکنه و پس میاره، اون یگام تاشه اکثر شکار نمیکنه. یک دلیل خو ای که پیامبر ثابت نه. دومی که کان امسو علی راسی تارت و علی امام تار و الناس، میگه بعضی وقت سر خدا مسح میکرد، بعضی وقت سر لنگی مسح کرد، بعضی وقت در پیشانی و امام. اگر پیشانی را کرد با دستار کلش مسح کرد، این تو نکرده که تنها پیشانی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله این مختلف بوده، بعضی وقت سر، بعضی وقت تنها لنگی، بعضی وقت هم پیشانی و هم لنگی، و همین تو احادیث ما شما خوانده واقعیت است. قال شوکانی میگه الحاصل، حاصل گپ میگه ایست که انه قد ثبت المسح على الراس، میگه مسح در سر تنها ثابت است خلاص، و علی الامامه فقط،
میگه با لنگی تنها. اگر لنگی بود تنها لنگی را، اگر لنگی نبود کل سر مثلا. والکل سی، کلش میگه سیه، یعنی همین که تنها لنگی را. فقصر الاجزاء علی بعض ما وارد لغیر موجب لیس من ذلک. میگه کوتاه کردن اجزا علی بعضی آنچه که وارد شده به غیر موجب یا ادب منصفین نیست. کسی که یعنی انصاف داره، یعنی که اگر ما بگوییم که بعضی اجزای سر و بعضی لنگی، این میگه ثابت نیست. اما اگر یک کدام دلیل باشه میگه انصاف نیست. جواب از دلیل قول. خوب جواب از اینا رو چی میگن که یا میگن آیت قرآن و حدیثه که لا یجوز مسح الامامه، اینا میگن یک حدیث نیست که جایز نیست مسح به امامه. میگه هرچه آیت کس نص کس وارد شده آیت در مسح به سر و این منافی نیست که اثبات مسح به چی را بکنه، به لنگی را، به دلیل دیگه. قرآن میگه سر مسح کنین، ولی حدیث میگه که لنگی را، اما او در صورت است که لنگی نباشه. اما اگر دستار بود، آن پیامبر آیت توضیح داد که دستار هم عوض سر دستار هم مسح کنین، خلاص. این منافی با او منافات نداره، این در صورت است که لنگی نباشه. دیگه دلیل و هرچی حدیث انس که می رأیت رسول الله یتواضع علی امامة قطریه، او پیشتر خوانده. می پیامبر دیدم که وضو کرد، به او یک لنگی قطری بود، دست خود از زیر تیر کرد، بعد مس سر کرد، بعد از اون لنگی را وسو نکرد. فالحدیث ضعیف، اول حدیث ضعیف، یعنی اکثر علمای را ضعیف گفتگی است. وقتی که ضعیف باشه گپ خلاص. پس مستند ایسه مذهب چی بوده؟ ضعف بوده، حدیث ضعیف. حدیث ضعیف عمل نمیشه. دوم اگر ما را صحیح بگیریم که به نظر بنا صحیح باشه، فقط قال ابن قیم میگه مقصود انس است که نبی صلی الله علیه و آله لم ينقض امامته، یعنی لنگی خدا وسو نکرد حتی استوى بمسح شعری کله، تا اینکه کل سر مسح کند. معنایش است. ولم ينفي التکمیل علی الامامه، میگه منافات نداره که یعنی انسان قدرش مسح کنه با دیگه‌ش در خود لنگی مسح کنه، این منافات نداره. وقد اثبت المغیره بن شعبه، مغیره بن شعبه در دیگه حدیث صحیح گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله امامه خدا مسح کرد. سکوت انس میگه دلالت نمیکنه به نفش که پیامبر صلی الله علیه و آله مسح نکرده باشد دستار خود را. کسایی که باز میگن که والا علم ما گفتیم که اگر مسح ثابت، دلایل از این که ما یعنی در لنگی مسح کنیم یا هم لنگی قوی است، دلایل صحیح است. یعنی میشه کسی سر مسح نکنه لنگی را مسح کنه. و اگر یک کسی این کار کرد گفتیش نمیتونیم که او وجود نشد، به خاطر که اینجا دلایل است. و ما یک کسی او کار دیگر را میکنه او را کار نداریم، او میگه من نظر به این دلایل. خب جنگ نمیکنیم در این مسائل که با دو طرف دلایل باشه، گپ داولا و بهتر کدام میشه. ما میگیم با مو حدیثی که حنبلی ها دلایلشون قوی تر است انسان که میبینه. شرط میشه و لبس امامه ایکون الطهارت، آیا شرط است که می لنگی و دستار با طهارت باشه که بپوشه انسان با مسح کنه؟ علما اختلاف کرده، بعض گفته که شرط شده که ایره با طهارت بپوشه و این مذهب حنابلة است. و این قیاس میکنن با موزه، می کسی که می دستار میپوشه باید با طهارت باشه، و یعنی اول می مسح کرده باشه باز میگه. وقد قال صلی الله علیه و سلم فی الخفین، می پیامبر در موزه گفت دعهما فإنی ادخلتهما طاهرتین. خود در حساب موزه خود باید پاک باشه، یعنی اول باید که وضو میکنی پای بشویی، موزه را که در حالت پاکی پای تا موزه را پوشیدی، بعد از او باز دیگه چی است؟ مسکو مسافر 3 شب و 3 روز، مقیم 1 شب و 1 روز. پس هم میاد وقت خالص صلی فی الخفین، پیامبر در موزه دعهما و دیگر گفت بانشان فإنی ادخلتهما طاهرتین، میگه من را داخل کرده بودم یعنی پوشیده بودم طاهره، یعنی هر دو موزه پاک. اول یعنی پاک وضو کنی بعد از اون مسح کنی. اگر ناپاک پوشیده بودی وضو نداشتی نمیشه که مسح کنی در موزه. خب اول باید وضو کرده باشی، موزه را پاک بپوشی، با دیگه دفعه که مسح میکنی اونا نمیکشی، اونا سر موزه مسح کرده برو. میگه پیامبر صلی الله علیه و نقل نشده ولا ان اصحابی، نه صحابه در مسح به امامه به لنگی یک چیزی است، یعنی در موزه است اما ما لنگی را به او قیاس کرده نمیتونیم، زیرا پیامبر ثابت نیست و این محل حاجت بود و تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. اگر این میگفت پیامبر میگفت که شما امامه را که پاک پوشیدین باید مسح کنید. آیا شرط شده بر امامه توقیت کلخف، مثلا این امامه را لنگی را تا چه وقت ما مسح کنیم؟ نه در چیز خود شرط شده، نه در موزه 3 شب و 3 روز و 1 شب و 1 روز. آیا لنگی هم 1 شب و 1 روز باشه چطور؟ در ایام اختلاف. بعض علما میگن نه یشترط له ذلک،
میگه به این هم شرط است، اگر مقیم هستی 1 شب 1 روز، اگر مسافر هستی 3 شب 3 روز. ایتو می قیاس با موزه میکنن. و قال بعضش میگه شرط نیست و این قول ابن حزم امام شوکانی ترجیح داده، شیخ ابن عثیمین و امی سعیس که در این شرط نیست، در موزه پیامبرش هم شرط آورده، در این آورده که نآورده همین لنگی که باشه هر وقت که باشه مسکه ده برو، نه مثلا شب خو میشی میکشی، باز که صبح خیستی همون لنگی را زدی سرش مسکه ده برو. و این یک چیز بسیار سهولت است، سرد که باشه همین لنگی را که بکشی یا یک کولا باشه نه سرد بکشی سرد چی میشه همون مسکه ده برو دیگه. هل يجب المسح مقدم الراس اذا كان لابسا للامام؟ آیا واجب است مسح کردن پیشروی سر وقتی که امامه یعنی لنگی باشه واجب است؟ نه، صحیح است که واجب نیست مسح مقدم سر و جوانب اطراف ازی و اختیار شیخ الاسلام است، این میگه واجب نیست. بعضی گفته که میکنی از شروع کنی. مقدار آنچه که مسح میشه از لنگی چقدر؟ اکثر امامه اکثرش که مسح شود صحیح میشه، مثلا لنگی را اکثریتش تا اینجا میشه، اگر یک جزش صحیح مسح کرد صحیح نمیشه. و یستحب اذا کان ناسیه باید یا مسح، اگر میگه پیشانی بسیار کلان بود باز مستحب است که همین پیشانی را هم مسح از اینجا شروع کنه، یکم تا خوب پیشانی های کلان داره تا لنگی ببره. یعنی صحیح همی است که تماما امامه را مسح کنه تا پشت سر ببره. خب پس از اینجا اگر که اختلاف بود ولی یک سهولت شد به ما شما که مسح کردن به لنگی و همه قسم موزه را با پسان میخوانیم به صورت کامل. و عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر و عند مسلم بلفظ الخبر. یک حدیث دیگر رو میخوانیم ان شاء الله که جابر ابن عبدالله رضی الله عنه در صفت حج پیامبر بیان میکنه. قال صلی الله علیه و آله پیامبر گفت ابدأوا شروع کنیم بما بدا الله بی، با عملی که الله شروع کردگی. اخرجه النسائی، امام نسائی را نقل کرده هكذا بلفظ الامر، یعنی پیامبر امر کرد. و عند مسلم بلفظ الخبر، به لفظ خبر آمده که پیامبر صلی الله علیه و خبر داد که واجی شروع بکند به اون قسمی که الله گفته. یه حدیث در صحیح مسلم است. حدیث صحتش چطوره؟ صحیح است نه؟ بله، در صحیح مسلم به لفظ خبر آمده در صفت حج پیامبر از جابر. لفظ چیز میگه فلان مادنا من صفا، پیامبر که در صفا نزدیک شد، یعنی حاجی که حج میکنه یا عمره وقتی که از طواف خلاص شد در صفا میره، حج باشه یا عمره باشه در صفا میره. وقتی که در صفا رفت میگه پیامبر صلی الله علیه و گفت که چی گفت؟ گفت که ان فلا مادام من صفا قرأ، مثلا قرات که ان صفا والمروه من شعائر الله، این قرات کن. فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اولیات بخون بعد از اون با دعا بکو. بعد از اون میگه آیت خوان با چی گفت که باز گفت که ابدأوا بما بدأ الله بی، جمله خبریه، آغاز میکنم شروع میکنم با آنچه که الله شروع کرده. الله چی میگه؟ ان صفا و المروه. ما در طواف از صفا شروع میکنم میرم مروه، باز مروه می صفا، باز میرم 7 دفعه که شد پورا میشه. فبدا بالصفا، از صفا شروع کرد. و عند النسائی، نسائی مثل مصنف رحم الله گفت به لفظ امر آمده. پیامبر گفت ابدأوا شروع کنین بما بدا الله، با آنچه که الله شروع، یعنی از صفا شروع. و قد حکم بعض علما به این روایت شذوذ گفته مثل ابن دقیق عید و البانی، یعنی که پیامبر امر کرده باشه میگه شاذه، اما که خودش شروع کرده او محفوظ است. خب شاذ گفتیم مقبول نیست. خب معنای ترتیب در وضو چی است؟ چه قسم ترتیب شروع کنیم، از کجا، حکمش چیست؟ ترتیب در فرض وضوئی است که اول شروع را قسمی که الله میگه روی بشویا، بعد از او دستارا، بعد از او سر، بعد از او پا. حکم ترتیب چیست؟ حکم ترتیب در واجب است یا چی؟ علما اختلاف دارند. دو قول. قول اولی است که واجب است، واجب یعنی فرض است. این قول شافعی، احمد ابن حنبل. فرض کسی یعنی به ترتیب کرد وضوش نمیشه. چرا الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا مؤمنین خبردار اذا قمتم الی الصلاه، وقتی که اراده نماز کردین فاغسلوا وجوهکم، بشوین روهایتان، و ایدیکم، بعد از این دستایتان تا مرافق، و امسحوا برؤوسکم، مسح کنین سرایتان، و ارجلکم الی الکعبین، پایتان تا به کنجها. این میگه این دلیل است که با ترتیب وجه دلالت است که اول الله میگه ترتیب اول واجب است که با ترتیب الله با ترتیب آورده مطور.
دوم میگه در این آیت قرینه است که دلالت میکنه که اراده شده به این ترتیب. چرا؟ جرایی ممسوح را در بین مغسولین، یعنی مسح در بین دو ششتن دستا بشوی، پای با در بینش مسح را داخل کرده. از این فهمیده میشه که ترتیب واجب. عرب میگه لا تقطعون نظیر من نظیری الا لفایده، میگه یک مثال با دیگه مثالش قطع نمیکنه مگر جد فایده. اینجا چیز ترتیب است، یعنی ترتیب بوده. اگر گفته شود، میگه ابن قدامه گفته که فایده چیست؟ استحباب ترتیب است، یعنی ترتیب مستحب است. چه قسم واجب میگه ما میگیم که آیت که است، شافعی احمد میگه سیقت لبیان الواجب، این آیت واجبات را بیان میکنه. حالا ششتن روی فرض است یا نه فرض است، پس ترتیبش هم میگه فرض است. ششتن دست فرض است، مس سر فرض است، پای ترتیبش هم فرض است. میگه الله که سیاق آیه، یعنی راندش آیت برای بیان فروض واجبات است، پس ترتیبش هم فرض است. واقعا این گپ هم قوی است. و لحاظا به می خاطر لم یذکر فی شیء من السنن، میگه چیزی از سنت ها ذکر نشده در می آیت. از سنت ها مثلا دهن و بینی و اینا که اختلاف یا مسواک اینا، ولی انه متى اقتضى اللفظ و ترتیب کنه، هر وقتی که لفظ ترتیب تقاضا میکنه این مأمور بهی است، یعنی امر شده، امر بر فرض و امر تقاضای وجوب فرض میکنه. و دیگه کل من حکا وضوء رسول الله حکا مرتب، هر کسی میگه دلیل دیگه است که وضوء پیامبر نقل کرده به ترتیب نقل کرده. ای تو نکده باشه که اول نکده که اول مسر کرده باشه با پای ششتا باشه با دستا و با ای طور نکرده. یعنی کسایی که وضوء پیامبر نقل کرد واقعا ما شما خوان کلش به ترتیب نقل کرد. و مفصل ما این تفسیر می کتاب الله سبحانه فرض شد. دیگه فعل پیامبر صلی الله علیه و حین کان واجب علی ترتیب، پیامبر صلی همیشه مواظبت کرده به ترتیب د وضو. و از این نقل نشده نقل سید صفات وضوش که وضو کرده باشه غیر مرتب با امر کثرت من رواه. بسیار کسا پیامبر وضوش نقل کردند ولی هیچ کدامش نگفته که پیامبر صلی الله علیه و بی ترتیب وضو کرده، هیچ کدامش. و دلیل دیگه است که ان رسول صلی الله علیه و سلم بدا فی وضوء بما بدا الله به، شروع کرده وضوش با آنچه که الله شروع کردگی است. فغسل وجهه، روی خودش، ثم یده، بعد دست، بعد ثم مسح راسه، ثم غسل رجليه، بعد مسح، بعد پای خدا. همین قسم بیان وضوء مأمور به در قرآن. پیامبر به ما اموزی که امر کرده الله بیان کرد، بیانش به می ترتیب بوده. کما قال در حجتش گفت که نبدا بما بدا الله به، شروع میکنیم با آنچه که الله شروع کردگی است. اینطور. و علی هذا القول فلو قدم عضوا علی آخر لم يسو، اگر اینال نظر به این مذهب شافعی و حنبلی ها، اگر میگه یک عضو دیگر را مقدم کرد دیگر را مؤخر کرد وضوش نمیشه. فرض شد مثلا اگر کسی روی خدا نشست دستش بعد از وضوش نشد. قول دومی سنه ترتیب غیر واجب، می واجب نیست و این مذهب مالک و اصحاب الرأی یعنی احناف، مذهب حنفی ها امام بنی رحمه الله این هستند. دلیل از اینا چیز میگه واجب نیست یا میگن مستحب است سنت. قال می زیرا الله تعالی عمل کرده به غسل اعضا شستن امی 4 عضو و عطف بعض علی بعض به واو الجمع، به واو الجمع یکش با دیگهش معطوف کردگی است. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم یا واو عطف و هي لا تقتضي الترتیب، می تقاضای ترتیب نمیکنه. فکیف ما غسل کان ممتثلا، چه قسم میگه آنچه که میشویتی با ترتیب باشه ممتثل یعنی اطاعت کننده باشه، تقاضای ترتیب نمیکنه. و دیگه حدیث ربیعه بنت معوذ است، قالت می فرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله به مسلم پیش ما می آمد فحدثتنا و ما میگه بیان میکرد حدیث یعنی از الله انه قال می پیامبر گفت که اسکبی لی وضوءا و ما آپرتو فذكر وضوء النبی، وضوء پیامبر نقل کرد. قال گفت فغسل کفی ثلاثا، 3 بار دست کفای دست خودش و وضع وجه ثلاثا، 3 بار روی خودش و مزمزه استنشاق 1 مرتبه و یدی ثلاثا، دستای خودش 3 ثلاثا و مسح براسی. این میگه خب اگر که دایی تو نیست که ترتیب نبوده باشه، ولی صحیح کدام است؟ صحیح قول اول است، یعنی که ترتیب، یعنی همین نظر شافعی ها و حنبلی ها ترتیب واجب است، فرض است. خب دلایل از اونا را چی میگه کسایی که میگن واجب نیست؟ جواب از ادله قول ثانی که ترتیب غیر واجب است. ان الله امر کرده به غسل اعضا و عطف کرده بعض شب بعض با واو، پس این عطف صحیح است ایناله. لیکن پیامبر هم بیان کرده به فعلش به عملش که واو در آیت برای ترتیبه نه مطلق جمع. و گفتم برای مطلق جمع است که یعنی میار 4 عضو بشوی ترتیب نه. این میگه نه، پیامبر هم به فعل خود به ما نشان داد که چه قسم، یعنی اول روی شش بعد دست بعد مسح کرد بعد پای.
از این فهمیده میشه که واو بر ترتیب است، بر مطلق جمع نیست. همین واوی که در قرآن است، نه یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. واو میگه احناف و اینا میگن واو بر مطلق جمع، یعنی هر چهار شب باشه، ترتیب نیست. یا میگن نه بر ترتیب، ای واو بر ترتیب است، به خاطر بر جمع نیست، مطلق جمع ترتیب آمده. به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله در عمل خود به ما نشان داد که چی کرده بود، به ترتیب وضو کرده بود. هرچی حدیث ربیعه بنت معوذه میگه چی میگه؟ حدیث معلول، او معلول است، میگه علت داره، حدیث معلول ضعیف ولا فرض صحتی، یعنی ضعیف. تقدیم مزمزه و استنشاق تقدیم مسنون علی الواجب، یعنی یک سنت با واجب مقدم کردن است. جمهور به جواز شد که یک سنت با واجب مقدم بکنی. یعنی دوی تو آمدگی است که رسول الله میگه دستایش شش باد روی خودش شش باد مزمزه کرد، یعنی ترتیب نبوده. او میگه اولش خو ضعیفه، باید صحیحم بگیریم، تقدیم مزمزه تقدیم مسنون با واجب، یک سنت با واجب مقدم کن، نه که فرض به فرض باشه، یعنی خو سنت در وضو. و جمهور به جوازش هست، یا میگن که یعنی جایز است که سنت سر فرض مقدم کنه. خب از این فهمیده شد که یک ترتیب فرض کنه، ولی ما که دیدیم دلایل و ترتیب که فرض باشه این قوی است و صحیح است، ما ترتیب مراعات کنیم و از اختلاف هم بیرون شویم. خوبه. و این حدیث هم ضعیف بوده، استدلال با آیات قوی نبوده. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه به احکام. و صلی الله علی نبیه محمد و علی آله و صحبه.